از دوست دخترت مرگ اکات را پرس. نه نمیتوانی یک کلمه گفته گریزی. درو به داخل. درو. سوسن به حادثه یکم چی علاقه دارد ها؟ گبزن تو رو در همینجا با دستانم میکشم. بگو. این را از من نه از دوست دخترت میپرسی جناب عمر؟ از پشت چی کارها کرده است؟ چی دروغ گفته است؟ او به تو میفهماند. چی دروغ گفته است؟ بگو. تو رو در همینجا بوقی کرده میکشم. جدی هستم میکشم تو رو. مرا قاتل برادر نکن. اکم چی علاقه دارد؟ بین گبزن تو رو در همینجا حاضر میکشم. تمام سر ده. مرا قاتل برادر نکن. گبزن گفتم. گبزن گب نزنی. گبزن گفتم. التماس عمر سر ده عمر. گبزن لطفاً بس. سر گبزن. سوسن به حادثه یکم چی دخل دارد؟ عمر گبزن گفتم میکشم تو رو. گبزن گفتم میکشم تو رو. گبزن. من دیدم. در وقت حادثه من در آنجا بودم. چه خیال در آنجا بودی؟ به قادری که با ماشین من برخورد دیدم. کیست؟ ملیسا. در آخر نهایت لحظه های تمام شوی عشقتان ها؟ انا اکنون خورد یک دیگریتان را. این راست است. با کم ملیسا با ماشین زد. سوسن گبزن بگو سوسن عقلم رو گم میکنم. عمر من میفهمم وعده میدهم همه‌اش رو میفهمانم خوب، اما لطفا مرا هم بفهم لطفا. همه‌اش را سر نقل میکنم خوب. دستانی مرا خیلی درد گرفته بود که به خانه برمیگشته. وقتی ملیسا مرا در آن حال دید گفت که او ماشین را میراند. باور کن همه‌اش یک حادثه ناخوش بود. قسم میخورم در حقیقت اگر یکی شدنش را میدانستم با ملیسا ماشین را نمیدادم. بعد با بالای من یک موتورسیکل پاس می آمد.